سلام، به اولین ولاگ من خوش اومدین. قراره امروز با هم بریم ابوظبی. مسجد شیخ زاید یکی از بزرگترین مساجد دنیاست. برای همین تبدیل به یکی از مکانهای پربازدید امارات شده. اینجا که میبینید در ورودیشه، چند تا در ورودی مختلف داره که راهنماییتون میکنن بعد از کدوم در وارد بشید. اینجا محوطه بیرونی مسجده. اینجا میتونید هر جور که دلتون خواست لباس بپوشید، اما زمانی که وارد خود مسجد میشید قوانین خاص خودشو داره و اگر که حجاب مد نظرشون نداشته باشید اجازه ورود ندارید. اینجا تونل ماننده. برای رسیدن به قسمت مسجد پیاده روی طولانی رو باید طی کنید تا اینکه به این همای خوشگل برسید. البته که اجازه ندارید هر جایی که دلتون خواست برید و باید بین لاین ها حرکت کنید، جایی که خط کشی شده و اینم قشنگترین فرش دستباف و بزرگترین که توی مسجد ابوظبی